تئوری انتخاب، نویسنده ویلیام گلاسر، تهیه کننده آدم مرادی. نیازات و رابطه ها. پاسخ پرسش خیلی مهم فصل اول که چطور میتونم مطابق خواسته خودم زندگی کنم و همزمان هم با دیگران خوب کنار بیام اینه که تئوری انتخاب بیشتر از روانشناسی کنترل بیرونی احتمال داره به اون جواب بده. باید در نظر داشت که آزادی کامل مقدور نیست. زمانی که در صدد رسیدن به عشق و تعلق خاطر هستیم نمیتونیم به دیگر نیازهای خودمون به ویژه نیازامون به قدرت و آزادی بی‌اعتنا باشیم. قدرت عشق رو تباه میکنه. هیچ کس مایل نیست مغلوب باشه، با چشم پوشی از این نکته که سلطه‌گر چه اندازه بر عشق خودش اصرار داشته باشه. در این حال عشق به معنای با هم بودنه که این خودش از آزادی ما کم میکنه. میزان این نیازات در طی زمان هم تغییر میکنه. زمانی که این نیازها برآورده نمیشه امکان داره روابط به تدریج از هم گسیخته بشه. دو طرف رابطه مثل رهبران یک دسته ششتایی از نیازات هستند که شامل نیاز به عشق، قدرت و آزادی خودمون و دیگری هستیم. هر زمان توی زندگی زناشویی تنشی به وجود بیاد این امکان هست که رابطه بین این 6 نیاز به هم بخورن. هر موقع که دگرگونی قابل توجه و مهمی توی زندگی زناشویی اتفاق بیفته زن و شوهر باید با هم گفتگو کنن. موقعی که یکی از اونها یا هر دو شروع به کار میکنن یا بیکار میشن دیگری یا هر دو نیاز به قدرت یا آزادی بیشتری پیدا میکنن. این مسئله درباره بچه دار شدن، تغییر شغل، نقل مکان از شهری به شهر دیگه، خرید یک خونه گران قیمت و به ویژه بازنشستگی صدق میکنه. مثلا چنانچه شوهر بازنشسته شده باشه و توی خونه بیکار به چرخه، زنی که شاغل نبوده یا پیش از اون بازنشسته شده حس خفگی و فشار پیدا میکنه. شوهر در جاهایی از زندگی زن خودش دخالت میکنه که قبل از اون نسبت به اونها علاقه‌ای نداشته. اگر میخواید توی زندگی زناشویی بحرانی به وجود نیاد هر دو طرف باید در مورد نیاز خودشون به آزادی با هم گفتگو کنن. مناسب ترین زمان برای گفتگو در مورد این نیاز قبل از بازنشستگی شوهره. اما در هر صورت به محض اینکه زن احساس ناراحتی کرد باید گفتگو رو شروع کنید. هر چقدر این کار رو عقب بندازین مذاکره دشوارتر میشه. هر موقع زن و شوهر با نیازاتشون آشنا باشن و از قبل گفتگو کرده باشن مشکل کمتری پیش میاد. اما اگه برای بار اولی که با هم مذاکره میکنن کار خیلی مشکل و سخت پیش میره. من توی مبحث چرخه حل در فصل 5 درباره نحوه مذاکره مفصل‌تر توضیح خواهم داد. اما حالا برای همه روشنه که ما انسان‌ها موجوداتی اجتماعی هستیم و برای رفع نیازات خودمون به روابط بهینه نیازمندیم. رابینسون کروزو توی اون جزیره گرچه برای بقا و زنده موندن نیازی به جمعه نداشت، اما موقعی که جمعه اومد بسیار خوشحال شد. به غیر از مواقع خاص زمانی که مجبور به تنها زندگی کردن بشیم حتی اگر همه چیزهای لازم زندگی و فضای کافی برای زندگی داشته باشیم شدیداً احساس تنهایی میکنیم. احساس بدبختی یعنی زندگی کردن بدون حضور افراد دلخواه و مورد نیازمون. موقعی که تنها هستیم اما مشتاقیم با دیگران باشیم یکسره آرزومندیم کسی رو پیدا کنیم. این یک نفر
دوست ما یا کسی خواهد شد که عاشق اون میشیم. اون به حرف ما گوش میده، با ما میآموزه، میخنده و مجبورمون نمیکنه کاری رو که نمیخوایم انجام بدیم یا ندیم. حتی یاریمون هم میکنه که زنده بمونیم. قدرت زمانی با ارزشه که قادر باشید برای نفوذ در افراد دیگه اون رو به کار بگیرید. چنانچه تحت عنوان رئیس فروش یک شرکت تولید کننده سیگار انتخاب بشید، به سختی قادرید نیاز خودتون رو به قدرت برآورده کنید. اما فروش کارت اینترنت خیلی راضی کننده تره. آزادی هرچند به معنی آزاد شدن از قید دیگرانه، اما مفهوم اون رهایی از همه نیست. ژن‌های ما نمیذارن تا این اندازه آزاد باشیم و در صورتی که نتونیم چیزی یاد بگیریم و یا به دست بیاریم و با دیگران به اشتراک بذاریم، این کار تا چه میزان تفریحی و سرگرم کننده خواهد بود. یک روز یکی از دوستان من که عاشق گلف بود خودش به تنهایی بازی میکرد و این یک فاجعه است. فصل 3. دنیای کیفی. همه ما میدونیم توی جهانی زندگی میکنیم که در اون میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، میچشیم و بو میکشیم. اسم این دنیا رو دنیای واقعی یا واقعیت گذاشتیم. اما همونطور که توی اون داستانی که افراد در تاریکی فیل رو نشون میدن، هیچ دو شخصیتی واقعیت رو به یک شکل ادراک نمی کنن. پذیرفتن این حقیقت به ویژه در خصوص افرادی که به نگاه عینیت‌گرای خودشون افتخار میکنن مشکله، اما بخش قابل توجهی از واقعیت رو آنطوری که دوست داریم ادراک میکنیم. خوشبین‌ها و بدبین‌ها همه توی یک دنیا زندگی میکنن، همونطور که عاقلان و دیوانگان هم توی یک دنیا زندگی میکنن. اما هر کدوم نگاه متفاوتی به دنیا دارن. هرچقدر قسمت اعظمی از اون چیزی که ما میبینیم شبیه چیزهایی باشه که بقیه میبینن، ولی در هر حال اینها یکی نیستن. با توجه به تئوری انتخاب، بخش زیادی از تفاوت افراد در فهم واقعیت به دنیای مهم و ویژه اونها که دنیای کیفی یا دلخواه نام داره برمیگرده. این جهان شخصی و خصوصی که هر فردی تنها کمی بعد از تولدش اون رو در ذهن خودش خلق میکنه و در طول زندگی به خلق اون ادامه میده و وقتهایی دوباره اون رو میآفرینه. از گروهی کوچک از تصاویر تشکیل شده که بهترین راه برآورده شدن نیازهای اصلی رو نشون میده. این تصاویر 3 چیز رو به نمایش میذارن. 1. افرادی که بیش از بقیه مایل به بودن با اونها هستیم. ادامه کتاب در بخش بعدی.